در قسمت قبل سریال خواهران و برادران دیدیم که سوسن با لیلا درگیر شد و او را از پله‌ها به پایین انداخت و سارپ نیز در صحنه حضور داشت و همه چیز را دید. از قبل اعلام شده بود که قرار است کاراکتر لیلا از سریال خارج شود و به همین خاطر عنوان شده بود که احتمالاً در درگیری با سوسن و افتادن از پله‌ها کشته می شود. اما حالا اخبار جدیدی از پشت صحنه سریال منتشر شده که نشان می‌دهد ست بیمارستان ادامه دارد و احتمالاً لیلا در بیمارستان نمی‌میرد و زنده می‌ماند. اما احتمالاً مشکلی برای سلامتی او پیش می آید. عنوان شده که احتمالاً این مشکل از دست دادن حافظه باشد و لیلا حافظه خود را از دست می دهد و همه اتفاقات را فراموش می کند. با این حساب سوسن تبدیل به قاتل لیلا نمی شود. اما در این بین معلوم نیست که قرار است چه بلایی بر سر کاراکتر لیلا بیاید، چرا که اعلام شده که این بازیگر از سریال خارج می شود و هنوز معلوم نیست لیلا با چه سناریو و طریقی قرار است سریال برود. همچنین اخباری نیز منتشر شده مبنی بر این که یکی دیگر از کاراکترهای فرعی سریال قرار است سریال جدا شود. احتمال داده شده که این کاراکتر گونول باشد و نقش او در سریال به پایان رسیده باشد. همچنین اخباری نیز منتشر شده که بر طبق آن قرار است برای تولگا یک پارتنر جدید وارد سریال شود، اما هنوز مشخص نیست که این پارتنر جدید چه کسی است و از چه قسمتی وارد سریال می شود. به این ترتیب قسمت‌های جذابی در آینده در انتظار مخاطبان سریال خواهران و برادران است و به هیچ وجه دیدن این سریال جذاب و هیجانی را از دست ندهید.